امروز میخوام با ساده ترین روش طرز تهیه سرمه فندق و بادومو بدم. بسیار ساده و آسونه. نریم بی خودی این همه پول بدیم معلوم نیست چیه میخریم. با یه شعله گاز ببینید فندق ها الان ریخته، فندق پسته. خیلی راحت میتونین سرمه درست کنین، یعنی ساده و مطمئن. ببینید چه شعله هایی داره فندق و بادوم میره. اینو میذارم روش تا اونا کامل بسوزه. قشنگ دودش میچسبه به ته قابلمه. بعد ما دودش رو میتراشیم میذاریم توی یه شیشه. من میذارم توی شیشه پنیسیلین کوچیکا با یه چوب سرمه میمارم به چشم. این چه خوشگل میسوزه. انشالله که بتونین درست کنین با کمترین هزینه و مطمئن عالی. موفق باشین. این هم نتیجه کار. میتونیم قشنگ اینو بتراشیم بریزیم توی ظرف و ازش با اطمینان استفاده کنیم. اینا همه سرمه است که دور قابلمه چسبیده.